ندعوك ربي أن تيسر صومنا وتعيننا فيه على الطاعات فقلوبنا عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع أن أقضي إلا في شعبان. بحثی که صاحب کتاب ذکر کردن در این حدیث بحث قضای صوم هست. اگر چنانچه شخصی بنابر عذر شرعی که مریض باشد یا مسافر باشد یا زنی که عادت ماهیانش در رمضان بیاد یا نفاس باشد، خب روزه را قضا می کند، روزه را افطار می کند و نمی تواند روزه بگیرد و بعد از رمضان بعد روزه را قضا بیارد. عایشه صدیقه رضی الله عنها میگه بعد از رمضان ما فرصت قضای روزه نداشتیم تا ماه شعبان ما روزه را قضا می آوردیم. چرا اینجا فرصت نداشتیم؟ به خاطر پیامبر صلی الله علیه و سلم، چون پیامبر صلی الله علیه و سلم به اصطلاح خودش در ماه شعبان بیشتر روزه می گرفتند، ما از فرصت استفاده می کردیم قضای رمضان رو در شعبان می گرفتیم. یعنی شخصی که بر روزه هست باید سعی بکند، رخصت دارد، می تواند در طول سال روزش را قضا بیارد. یعنی لازم نیست بالفور بعد از رمضان متصل روزه را قضا بیارد، این لازم نیست. حتی شخص می تواند روزه شوال رو بگیرد، 6 روز شوال را بعد از رمضان روزه بگیرد، قضاش را بعداً بگیرد، اشکالی ندارد، چون اون روزه واجبی هست. روزه قضای رمضان روزه واجبی هست و فرصتش وسعت هست از این رمضان تا رمضان بعدی. بنابر حدیث عایشه رضی الله عنها کان یکون علی الصوم، بر من روزه رمضان بود، یعنی من قضای روزه داشتم، بر من روزه رمضان بود. فما استطیع، من نتوانستم ان اقضیه، این که بجا بیارم روزه را الا فی شعبان، مگر در ماه شعبان. یعنی شعبان فرصت بود برای بجا آوردن قضای روزه که بر من بود. پس اینجا این حدیث دلالت بر این میکند که بر خواهران و مادرانی که روزه قضا در رمضان باشد، بعد از رمضان لازم نیست که بالفور اون روزه را قضا بیارن، بلکه براشون وسعت هست از اون رمضان تا رمضان بعدی. اما سعی بکنند که قبل از رمضان، یعنی در ماه شعبان، روزهشون رو قضا بیارن، وگرنه اونجا دیگه علما میگن که هم قضا لازم میشه و هم کفاره. اگر چنانچه رمضان آمد و روزه را به جا نیاوردند، اونجا بر حسب تأخیری کردن، اونجا گناهی بر ذمهشون هست که میگن باید کفاره هم ادا بکنن. خير الشهور وأجمل الأوقات